میخوام بهتون بدم چجوری با هوش مصنوعی از این کلیپ‌ها بسازیم با تنوع زیاد. بزن بریم. سایت اینه، توی کپشن هم نوشتم براتون. وارد سایت میشیم. وقتی وارد سایت شدی از بالا سمت راست گزینه لاگین رو انتخاب می‌کنی، جیمیل تو انتخاب می‌کنی یا وارد حساب کاربریت میشی. وارد حساب کاربری شدی، همونجوری که می‌بینین بالا سمت راست گزینه لاگین رفته. از این قسمت ایمیج و ویدیو میتونین عکسی که می‌خواین رو آپلود کنین. وقتی عکس رو انتخاب کردین، همونجوری که می‌بینین در حال آپلود شدنه. تا میاد آپلود بشه من از این قسمت توضیحات پایینو میدم. V3 یا همون V3 که زده ورژن 3 میشه که میتونین ورژن 3 تغییر بدین. از قسمت افکت‌ها که مهمترین قسمته میتونین افکت مورد نظرتون رو انتخاب کنین که حالا کدوم یکی از این افکت‌ها باشه. من این افکت ونوم رو انتخاب می‌کنم. میام تو قسمت بعدی، قسمت استایل میتونین انیمیشن بودنش یا حالا 3D بودنش رو انتخاب کنین. از این قسمت 5S میتونین زمان ویدیو رو انتخاب کنین، توربو یا کوالیتیش رو میتونین انتخاب کنین. نورمال فعلا یه گزینه بیشتر نداره. تو این قسمت همینطور که میبینین خودش پرامپت یا دستورش رو نوشته. شما میتونین این پرامپت رو کامل پاک کنین، پرامپت دیگه‌ای بنویسین. البته اون افکت غیر فعال میشه. و یا اینکه همینو بذارین باشه. وقتی دستور رو نوشتین و کارتون تموم شد، رو قسمت ایجاد ضربه میزنین و صبر کنین تا کلیپ ساخته بشه. تا میاد کلیپ ساخته بشه توضیح بدم که با هر ایمیلی 2 تا کلیپ بیشتر اجازه نمیده بهتون بسازه. همونطور که میبینین این قسمت بالایی 60 امتیاز بهتون داده، 60 حالا کردیت یا حالا هر چی که اسمش هست. 2 بار میتونین با این امتیاز کلیپ بسازین و بعد نهایتا از یه جیمیل دیگه استفاده کنین. مشکل خاصی ایجاد نمیکنه. همونطور که میبینین کلیپ آماده شد، میتونین از این قسمت پیشنمایشش رو ببینین و یا روی دانلود ضربه بزنید. برای دانلود حتما باید جای اشتراک گذاری کنین. پیشنهاد میکنم از تلگرام، ایتا یا حالا هر برنامه دیگه داخل اون برنامه ارسال کنین و بعدش دانلود و ذخیره‌اش رو انجام بدین. استفاده کنین، لذتش رو ببرین. لایک و اشتراک گذاری یادتون نره. نظراتتون رو حتما میخونم. ازم حمایت کنین. موفق و پیروز باشین.